سلام، وقت بخیر. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که دولت افغانستان از اظهارات سرمنشی ناتو در مورد تعهدات طالبان استقبال می کند. ین استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته بود که طالبان باید به تعهدات خود پابند باشند. مسئولان ولایتی ننگرهار میگویند که صادرات از افغانستان با پاکستان روز دوشنبه آینده تاریخ 22 جون آغاز می شود. منابع محلی در تخار میگویند در اثر انفجار یک گلوله هاوان در داخل مدرسه شهر کهنه ولسوالی اشکمش این ولایت 7 دانش آموز کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. و وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 658 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده. 42 تن از اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و 1502 تن دیگر نیز صحتیاب شدند. با ثبت آمار تازه تعداد مجموعی مبتلایان به کرونا در کشور به 27532 تن میرسد.